سلام دوستان، به تتوگرافی خوش اومدید. قبل از شروع ویدیو با لایک و سابسکرایب به دوستان تتوگرافی خودتون بپیوندید. امروز قراره راجع به یکی از جذابترین و منحصر به فردترین شخصیت‌های جهان فوتبال بپردازیم. بله، درسته، دیوید بکام. دیوید بکام تتوهای زیادی داره که عشقش به خانواده رو نشون میده. روی بازوش اسم پسرش بروکلین با حروف بزرگ حک شده و کنار اون فرشته‌ای کوچک که محافظش هست. روی بازوی دیگه اسم رومئو و فرشته‌ای دیگه هست که نشونه امنیت و عشقشه. برای دخترش هارپر قلب کوچیکی روی بازوش داره که با گل و بال تزیین شده. ویکتوریا همسرش الهام بخشترین تتوهای دیویده. اسمش روی قلب و کنار بازو حک شده و همیشه همراهش هست. این فقط شروعه. هر تتو یه داستان خاص داره که باید کشفش کنی.